جیغ میکشم. گوشت را محکم میبندم. حق کنان برای نجات خودم میدوم و تصور میکنم که در آن دویدن دیوانه‌وار ارباب شیطانی یک لحظه از من جدا نیست و چشم از من بر نمیدارد. فصل نهم. سرداب. صبح. درویش و میرا هنوز دارند میخندند. سر صبحانه دوباره درویش کرکر میخندد و میگوید قیافت طوری شده بود که انگار همه شیطونای جهنم با هم رو سرت ریخته بودن. همانطور که قبلا هم گفتم، عموی من شوخ طبعی عجیب و غریبی دارد. در مدتی که درویش و میرا از شوخی کوچکشان حرف میزنند و لذت میبرند، من هیچ چیز نمیگویم. فقط سرم را پایین انداختم و به صبحانه‌ام نگاه میکنم. درویش متوجه نمیشود که چرا من آنطور ترسیده بودم. اما او نمیداند که من او را با گوزن دیدم. نمیداند که من خیال میکنم او یک گرگ‌نماست و اینکه به خرید یک هفتیر از طریق اینترنت فکر میکنم. شک دارم که اگر اینها را میدانست باز هم میتوانست اینطوری بخندد. تنها در خانه. درویش معمولا صبح زود حدود 45 دقیقه تا 1 ساعت می‌دود. برای اجرای سریع مأموریتی تجسسی به اندازه کافی وقت دارم. با عجله از پله‌ها پایین می‌دوم تا به سرداب بروم. وقتی دستم را روی در می‌گذارم مکث می‌کنم. در فیلم‌های ترسناک هیولاها همیشه داخل زیرزمین و چنین جاهایی کمین می‌کنند. اما این فیلم نیست. من نباید تسلیم ترس‌های تخیلی شوم. نه وقتی که این همه ترس‌های واقعی برای دست و پنجه نرم کردن با آنها را دارم. بی سر صدا از پله‌های سرداب پایین می‌روم. در را باز می‌گذارم. به ساعتم نگاهی می‌اندازم. از رفتن درویش 7 دقیقه می‌گذرد. نیم ساعت به خودم وقت می‌دهم. حتی 1 ثانیه بیشتر هم نه. پایین پله‌ها مکث می‌کنم. سرد و تاریک است. جلو می‌روم و چراغی بالای سرم روشن می‌شود. قفسه‌های بطری را از نظر می‌گذرانم. یک دور کامل می‌چرخم. ضربان قلبم غیرعادی شده است. احساس می‌کنم که پاهایم مثل پاهای یک فیل سنگین شده‌اند. در نور چراغ سرداب، تبری که در دست چپم دارم زیادی کوچک و بیفایده به نظر می‌آید. پاورچی به نزدیکترین راهرو میان قفسه‌ها می‌روم و کف زمین را بررسی می‌کنم. قطعه‌های سنگ در اشکال مختلف کنار یکدیگر درون بتن جای گرفتند. گاهی مکث می‌کنم، خم می‌شوم. با دسته تبرم به یکی از سنگ‌ها تقه می‌زنم و به انعکاس صدای ضربه‌ام گوش می‌دهم. هیچ چیز. محکم و ثابت. در انتهای مسیر به سمت چپ می‌روم. راهرو بعد را بررسی می‌کنم. بعد راهرو سوم و بعد چهارم. ظاهر هیچ کدام از تخت سنگ‌ها غیرعادی نیست. هر جا که تقه میزنم انعکاس صدای ضربم عادی است. بتون میان تخت سنگ‌ها نیز سالم و یکپارچه است. هیچ نشانی از دری مخفی دیده نمی‌شود. به جایی برمیگردم که کارم را شروع کرده بودم. 20 دقیقه از 30 دقیقه وقتم گذشته است. مثل خوکی که بوی زغال نیمسوز به دماغش برسد عرق می‌ریزم. کم کم فکر می‌کنم که شاید در مورد سرداب اشتباه کرده باشم. شاید آن ورودی مخفی در یکی از اتاق‌های طبقه همکف باشد. اما هنوز نمی‌خواهم تسلیم شوم. دور اتاق را می‌گردم. حالا همه حواسم متوجه دیوارهاست. به دنبال ترک یا شکافی احتمالی انگشت‌هایم را روی تخت سنگ‌های سخت و خشن دیوارها می‌کشم. هر قفسه بطری که به بلندای سقف است و شاید 3 متر طول داشته باشد، بخشی از دیوارها را می‌پوشاند. امیدوار می‌شوم. قفسه می‌تواند ورودی مخفی را از نظر پنهان کرده باشد. اما وقتی 2 تا از بطری‌ها را بیرون می‌آورم، تنها چیزی که پشت آنها می‌بینم دیوار سنگی است. چند بطری دیگر از ردیف‌های دیگر را بیرون می‌آورم. اما هیچ نشانه غیرعادی نمی‌بینم. 2 دقیقه می‌گذرد. این وقت تلف کردن است. به سقف بالای سرم خیره می‌شوم. شاید آن ورودی پشت یکی از قفسه‌های کتاب درویش پنهان شده باشد. باید کارم را از تالار اصلی شروع کنم و راهم را این فکر ناتمام از ذهنم دور می‌شود.
وقتی دوباره راه میافتم که سرداب را ترک کنم، لکه سیاهی را کف زمین میبینم. به طرف لکه خیره میشوم. سرم را کنار میکشم تا جلوی نور را نگیرد و چشمهایم را به حالت نیمه بسته در میآورم تا دیدم بهتر بشود. لکه نیم دایره مانند کمرنگی که از نظر دور مانده است. بدون شک یک جای پاست. هرچند جای پاهای زیادی در سرداب نیست. درویش اینجا را واقعا تمیز نگه می‌داره. اما این اولین جای پایی نیست که کشف کردم. چیزی که این جای پا را از بقیه متمایز می‌کند این است که پشت به ردیف بطری هاست و قسمت پاشنه آن زیر بطری ها پنهان شده است. پیدایش کردم. تلویزیون تماشا می‌کنم. عصبیم. منتظرم که درویش بیرون برود. وقت نبود آن ردیف بطری ها را بررسی کنم. همین که متوجه جای پا شدم، یک راست بالا آمدم و با احتیاط در را پشت سرم بستم. درویش چند دقیقه بعد آمد. اما آن وقت من در اتاقم بودم و آب سرد به صورتم زده بودم تا لکه‌های روشن سرخی را که از هیجان سرداب روی پوستم به وجود آمده بود محو کنم. درویش از وقتی که به خانه برگشته مثل همیشه بیشتر وقتش را در اتاق مطالعه به کتاب خواندن، تلفن زدن و گشت زنی در اینترنت گذرانده است. برای برگشتن به سرداب خیلی بیقرارم. اینکه نمیتوانم الان این کار را بکنم دیوانه‌ام میکند. با همه هوش و حواسم مواظب در جلوی خانه هستم. نمیخواهم درویش بیرون بزند و من متوجه نشوم. حتی وقتی توالت میروم در را طوری باز میگذارم که اگر او از پله ها پایین آمد صدای پایش را بشنوم. تا حالا که به موفقیتی نرسیدم. اما من صبورم. او بالاخره مجبور می شود که بیرون برود. تا ابد که نمیتواند خودش را آن بالا زندانی کند. شب می شود. درویش هنوز بیرون نرفته است. سر شام دیر وقتمان خیلی سرسری میپرسم که برای شب چه برنامه‌ای دارد. با حالتی خجولانه نیشش را باز می‌کند و میگوید فکر کردم که امشب هم سری به پاتوق بزنم. میگویم میرا را هم میبینی؟ میگوید شاید هم نه. با کار عجیب و غریب میرا کی میدونه؟ میپرسم نوشیدنی خوردن توی ده چه لطفی داره؟ با خنده میگوید چند تا از دوستامو میخوام اونجا ببینم. میگویم من اونا رو میشناسم؟ مکسی میکند و بعد آهسته میگوید نه، از دوستان قدیمی هم. به یک مهمونی رسمی میریم. اونا چند روزی اینجا هستن. اما بعد شاید با تو و بیلی به سینما بریم. موقع حرف زدن خیلی سعی میکند که خودمانی و سر به هوا به نظر بیاید. اما من معنی واقعی حرفهایش را میفهمم. به خاطر اینکه تا چند شب دیگر تا وقتی که ماه کامل بشود و بگذرد باید شبها تا دیر وقت بیرون بماند. عذرخواهی می‌کند. سر ساعت 21:48 درویش از خانه بیرون می‌رود. موقع رفتن سرش را توی اتاقم می‌آورد و با خنده می‌گوید که منتظرش نمانم. در جوابش آرام لبخند می‌زنم و نمی‌گویم که چرا لباسش را عوض نکرده است. کفش قشنگی نپوشیده، موهایش را مرتب نکرده، به خودش ضد عرق نزده است و همه کارهایی که اگر واقعا به یک مهمانی رسمی میرفت و میخواست نظر دیگران را به خودش جلب کند باید انجام میداد. اما او باید درباره مخفی کاری خیلی چیزها یاد بگیرد. پشت در سرداب، تردید. ترجیح میدادم این کار را در روز روشن انجام بدهم. آن وقت شب پایین رفتن این که نمیدانم درویش تا کی بیرون میماند و کی باید منتظر برگشتنش باشم هیچ خوب نیست. فکر میکنم که تا صبح منتظر بمانم تا او برای نرمش و ورزش صبحگاهیش بیرون برود. آنطوری میدانم که به طور قطع 3 ربع وقت مطمئن و بی خطر دارم. اما 2 شب اخیر تقریبا اصلا نخوابیدم. خستم. ممکن است صبح با وجود زنگ ساعت خواب بمانم و آنقدر دیر بیدار بشوم که فرصت از دست رفته باشد. با یک نفس عمیق دسته تبر را محکم میگیرم و پایین میروم. دیوار هر دو طرف ردیف بطری‌ها محکم و یکپارچه است. اما وقتی یکی از بطری‌ها را برمی‌دارم و دستم را در جای خالی آن بطری فرو میبرم و به آجرهای پشت این ردیف تقه میزنم، انعکاس صدا را خفه و گرفته میشنوم. با صدای خرخر نفس میکشم. لبه قفسه را میگیرم و هلش میدهم. تکان نمیخورد.
بیشتر هل میدهم. فرقی نمی‌کند. از طرف دیگر امتحانش می‌کنم. هیچ تکانی نمی‌خورد. کمی عقب می‌آیم تا ببینم مشکل از کجاست. قفسه چوبی را از نزدیک نگاه می‌کنم. وسط قفسه تا پایین جداره نازکی می‌بینم. دو طرف این جداره را می‌گیرم و سعی می‌کنم آنها را از هم جدا کنم. کمی به اندازه چند میلیمتر تکان می‌خورند و بعد محکم سر جایشان ثابت می‌شوند. چاره کار زور زدن نیست. فکر می‌کنم که کلید کار همان جداره فلزی است. فقط باید بفهمم که چطور از آن استفاده کنم. قفسه را بررسی می‌کنم. انگشت‌هایم را بالای یکی از بطری‌ها می‌کشم. بی هدف بطری را به چپ و راست می‌چرخانم و در ذهنم همچنان به دنبال راه حل می‌گردم. وقتی یک قدم به سمت چپ می‌روم تا دوباره به کناره‌های قفسه نگاهی بیاندازم، یک لحظه متوقف می‌شوم و نگاهم روی انگشت‌هایم خیره می‌ماند. یکی از بطری‌ها را تا نیمه بیرون می‌کشم و بعد آن را دوباره سر جایش هل می‌دهم. لبخند زنان بالای بطری را می‌گیرم و می‌چرخانم و آن را بالا می‌کشم. بعد بطری کنار آن. همه بطری‌ها راحت سر جایشان حرکت می‌کنند. اما مطمئنم که اگر همه بطری‌های روی قفسه را یکی یکی امتحان کنم، به یکی از آنها میرسم که با بقیه فرق دارد. کار اصولی. از ردیف پایین سمت چپ شروع می‌کنم. اگرچه حدس می‌زنم که آن وسیله یا اهرم باید جایی بالاتر از ردیف‌های وسطی قفسه باشد. بطری‌ها را به ترتیب و یکی یکی امتحان می‌کنم. آنها را می‌چرخانم، بیرون می‌کشم و مثل حالت اول سر جایشان می‌گذارم. اینطوری اثر انگشتم همه جا می‌ماند. باید دستکش می‌پوشیدم. اما بعداً به این یکی فکر می‌کنم. همه بطری‌های این ردیف را تا سمت راست می‌بینم. حالا ردیف بعد به سمت چپ. بالاتر به راست. ردیف بعد از آن به طرف چپ. ردیف بعدی. بالاتر می‌آیم. دقایق می‌گذرند. با اضطراب از اینکه به زودی به نتیجه می‌رسم، سرعت کارم را زیاد می‌کنم. یکی از بطری‌ها را زیادی محکم می‌کشم. بطری از جایش بیرون می‌آید و پایین می‌افتد. فوری خم می‌شوم و قبل از اینکه بطری به زمین بخورد و هزار تیکه بشود، آن را در هوا می‌گیرم. بطری را با انگشت‌هایی لرزان سر جایش می‌گذارم و بعد از آن کارم را با احتیاط و دقت بیشتری ادامه می‌دهم. از ردیف وسط می‌گذرم. 4 ردیف مانده به آخر سمت راست. کم کم دارم امیدم را از دست می‌دهم. سعی می‌کنم به راه دیگری برای باز کردن ورودی وسط قفسه ها فکر کنم. می‌دانم که احمقانه است، اما آنقدر عصبی شدم که ممکن است همین الان بطری هفتم از سمت راست آن را میچرخانم اما تکان نمیخورد. همه چیز متوقف میشود. نفسم میگیرد. خودم را بالا میکشم و بطری را برانداز میکنم. با بطری های دیگر هیچ فرقی ندارد. فقط محکم سر جایش چسبیده است. آن را محکمتر تکان میدهم تا مطمئن شوم که به جایی گیر نکرده است. اما اصلاً حرکت نمی کند. سعی می کنم بطری را از جایش بیرون بکشم. بیرون نمی آید. با اخم دوباره نگاهش میکنم. نگاهم روی چوب پنبه در بطری خیره میماند. نیشم باز میشود. سر انگشت اشاره دست راستم را روی چوب پنبه میگذارم و آرام فشار میدهم. چوب پنبه درون بطری فرو میرود. یک صدای کلیک بلند. دو نیمه قفسه بطری ها میلغزند و از هم دور میشوند و راهرو تاریکی نمایان میشود که کف آن شیب ملایمی به طرف پایین دارد. خیلی سریع موقعیت جغرافیایی آن را در ذهنم بررسی می‌کنم. به طرف استبل‌های پشت ساختمان می‌رود. قبل از آنکه ترس مانعم بشود، کارم را شروع می‌کنم. یک قدم جلو می‌روم. از درگاه ورودی می‌گذرم. پیش می‌روم. بیشتر از 8 یا 9 قدم جلو نرفتم که ورودی میان قفسه بطری‌ها با صدای خشخش ملایمی پشت سرم بسته می‌شود. حالا در تاریکی مطلقم. قلبم می‌خواهد از جایش در بیاید. دستهایم را به طرفین دراز می‌کنم تا شاید دست کم چیزی حقیقی را حس کنم. فقط چند صدم ثانیه مانده تا از شدت ترس به کلی از پا در بیایم که چراغ‌های بالای سرم روشن می‌شوند. نور مات و ضعیفی است، اما آنقدر هست که آن دالان تنگ و دربسته را روشن کند. قلبم آرام می‌گیرد.
چشمهایم نور را میبرند. لبخند بیرمقی روی لبهایم مینشیند. به طرف قفسه برمیگردم تا امتحانش کنم. در این فکر که موقع برگشتن چطور از آنجا بیرون روم. دکمه روی دیوار سمت چپ. آن را فشار میدهم. چراغ‌ها خاموش میشوند و 2 نیمه قفسه دوباره کنار میروند و در باز میشود. به سرداب میروم و منتظر میمانم تا ورودی قفسه ها بسته شود. بعد دوباره آن را باز میکنم و داخل دالان میروم. این بار وقتی قفسه ها بسته میشوند به راهم ادامه میدهم و در تاریکی موقت دالان فرو میروم. چند لحظه بعد وقتی چراغ‌ها روشن می‌شوند نگاهی کج و کوله به بالا می‌اندازم و با آسودگی خیال دستم را به طرف نور تکان می‌دهم. گروبسگردی، آوای خونسرد. دالان مسیری مستقیم است. بیش از 20 متر یا کمی بیشتر شیب آن از بین می‌رود و زمین زیر پایم مسطح می‌شود. مسیر باریک با سقفی بلند. روی دیوارها را خزه پوشانده است. کف زمین هم با لایه نازکی از شن پوشیده شده است. خزه ها نشان می دهند که اگر عمر این تونل چند قرن نباشد چند 10 ساله است. تونل به در چوبی ضخیم و تیره رنگی ختم می شود که به جای دستگیره حلقه طلایی بزرگی دارد. گوشم را به در می چسبانم اما هیچ صدایی نمی شنوم. اگر درویش در اتاق پشت این در باشد غافلگیر کردنش غیر ممکن است. فقط باید دعا کنم که اوضاع خوب پیش برود. حلقه بزرگ و طلایی را به دست می گیرم. آن را محکم می کشم. در با صدایی قژقژ باز می شود. وارد می شوم. اتاقی بزرگ. دست کم به اندازه سرداب بطری ها. سقف روی ستونهای چوبی قطور و محکمی قرار گرفته است. چند مشعل روی دیوارها می سوزند. هیچ لامپ برقی وجود ندارد. بوی بدی می آید. وقتی داخل اتاق می روم در را باز می گذارم و به اطراف نگاهی می اندازم. بالای اتاق نزدیک دیوار سمت راست قفسی جا گرفته است. تقریبا به ارتفاع سقف است با میله های باریک که تنگ کنار هم قرار گرفتند. قفس از 4 گوشه درون زمین پیچ شده است. داخل قفس گوزن. هنوز دست و پا بسته است و خیلی بیرمق دست و پا میزند. روی فضولات خودش افتاده است. آن بوی بد از همین است. جلو میروم اما از قفس فاصله میگیرم. در این اتاق مخفی 3 میز کوچک قرار دارد. پایه میزها به شکل آدم کنده‌کاری شده‌اند. روی آنها پر از کتاب است. نیمه ای از صفحه شطرنج نیز از زیر یکی از آنها بیرون زده است. خودکار، ورقه‌های کاغذ، شمع‌های آماده برای روشن شدن. در گوشه‌ای حلقه طناب و زنجیر افتاده است. از اسلحه خبری نیست. من فکر می‌کردم که مثل داخل خانه اینجا هم باید تبر و شمشیر باشد. اما حتی یک چوب دستی هم اینجا نیست. یک صندوق. حتما گنج است. با عجله درش را باز می‌کنم. یک لحظه حس گنج‌جویی به حواس دیگرم غلبه می‌کند. یعنی این همان گنج افسانه لرد چفتری است؟ حسابی توی ذوقم می‌خورد. پر از کتاب‌های قدیمی و تومارهای لوله شده است. کاغذها و کتاب‌ها را کنار می‌زنم تا کف صندوق را ببینم. شاید یک سکه یا یک تکه طلا پیدا بشود. اما دست خالی از جایم بلند می‌شوم. دور اتاق گشتی می‌زنم. این دفعه به قفس نزدیک می‌شوم. یک کاسه روی زمین می‌بینم. به گمانم برای آب است. در قفس 2 قفل دارد که هیچ کدام بسته نیستند. برای وارد کردن غذا به درون قفس هم هیچ دریچه‌ای نیست. فکر می‌کنم که گوزن را از آنجا بیرون ببرم و آزاد کنم. اما با این کار معلوم می‌شود که من اینجا بودم. نمی‌خواهم درویش بداند که من از وجود این دم و دستگاه خبر دارم. مطمئن نیستم که اگر بفهمد با من چه کار می‌کند. میزها را بررسی می‌کنم. روی 2 تا از آنها پر از کتاب‌های غبار گرفته و شمع‌هایی است که هیچ وقت روشن نشدند. صندلی‌های دور میزها را هم کاملا زیر میز هل دادند. کتاب‌های روی میز دیگر کمتر است. بعضی از آنها بازند. 2 تا شمع بزرگ هم روی میز است که هر 2 تا نیمه سوختند. صندلی این میز عقب کشیده شده است. سراغ میز سوم می‌روم. بدون آنکه به چیزی دست بزنم دور میز میچرخم.
مراقبم چیزی را به هم نزنم تا احتمالاً طلسمی جادویی فعال نشود یا اتفاقی نیفتد. کاش بیل ای اینجا بود. باید زنگ می‌زدم و یک قصه جور می‌کردم تا بتوانم شب اینجا نگهش دارم. اما نمی‌خواستم تا قبل از آنکه خودم مطمئن بشوم، هرچند هنوز هم مطمئن نیستم، پای او را به این قضیه بکشم. تا اینجا که می‌بینم چیزی وجود ندارد که نشان بدهد درویش یک موجود گرگنما باشد یا برای کاری شرورانه‌تر از اسیر کردن گوزن از این مخفیگاه استفاده کند. مجبورم که با طلسم‌ها روبرو بشوم. صندلی را کمی عقب می‌کشم. بعد می‌نشینم و با احتیاط دستم را روی میز می‌گذارم. هیچ اتفاقی نمی‌افتد. نور اینجا کم است. چند تا کبریت روی میز است، اما جرأت ندارم شمع را روشن کنم. ممکن است درویش وقتی اینجا میآید بویش را بفهمد یا متوجه بشود که شمع سوخته و کوتاه‌تر از قبل شده است. صفحه باز یکی از کتاب‌ها را می‌خوانم، اما کلماتش برایم هیچ مفهومی ندارند. اگر انگلیسی باشد، حتما مثل کتاب‌های اتاق مطالعه درویش با طلسم‌های مخصوص خواندن از آنها محافظت می‌شود. کتاب را ورق می‌زنم و چند صفحه جلو می‌روم. البته یک انگشتم را لای همان صفحه‌ای که قبلا باز بود می‌گذارم تا بعد دوباره کتاب را به حالت اول بیاورم. از عکس خبری نیست. اگرچه چند نمودار ریاضی یا جادویی وجود دارد. کتاب را در همان صفحه‌ای که قبلا بود باز می‌گذارم و سراغ کتاب‌های دیگر می‌روم. آرواره‌های بیرون افتاده گرگی جلوی صورتم ظاهر می‌شود. داد می‌زنم. دست‌هایم را بالا می‌برم تا از خودم دفاع کنم. و چیزی نمانده است که از روی صندلی پایین بیفتم. بعد وقتی می‌فهمم که آن فقط جلد کتاب زیر کتاب روی دستم است، با حالتی عصبی می‌خندم. لازم است احساساتم را کنترل کنم. اینطوری از یک عکس به وحشت افتادن جدی که خیلی مسخره است. کتاب رویی را کنار می‌گذارم و کتابی را که روی جلدش عکس گرگ دارد باز می‌کنم. کلمات این کتاب هم نامفهومند. اما این یکی عکس و طرح‌های مدادی زیاد دارد. بیشتر آنها تصویر موجوداتی نیمه انسان، نیمه گرگ است. در سکوتی پر اضطراب عکس‌ها و تصویرها را نگاه می‌کنم. نقاشی‌ها خشن‌ترند. مردهایی که نیمه بالایی بدنشان کاملا طبیعی است، اما نیمه پایینی بدنشان به شکل بدن گرگ است. زنهایی که بدنشان مثل آدم‌های معمولی است، اما سرشان به شکل گرگی بدقیافه است. بچه‌هایی که همه تنشان با مو پوشیده شده، لب‌های کشیده دارند و دندان‌های نیش آنها کنگره‌دار و تیز است. اما عکس‌ها ناراحت کننده ترند، اگرچه نسبت به نقاشی‌ها خشونت کمتری دارند. بیشتر آنها تصویر آدم‌هایی هستند که ناهنجاری‌های عجیبی در ظاهرشان دیده می‌شود. اغلب پشمالو، با صورت‌هایی از شکل افتاده، دندان‌های تیز و چشم‌های باریک و کشیده. علت اینکه دیدنشان تا این اندازه ناراحت کننده است، این است که آنها حقیقی اند. نقاشی‌ها ممکن است حاصل تخیلات قوی یک هنرمند باشند، اما عکس‌ها واقعی‌اند. البته من می‌دانم که در این دوره دستکاری عکس‌ها و تحریف واقعیت کار ساده‌ای است. اما فکر نمی‌کنم که این عکس‌ها حاصل شوخ طبعی یک شرکت عکاسی باشد. این کتاب ظاهر و حال و هوای کتاب‌های علمی کهن را دارد. اگرچه بعضی از عکس‌هایش رنگی‌اند، اما رنگ‌ها کدرند و مثل عکس‌های خیلی قدیمی لکه لکه‌اند. من گمان نمی‌کنم کسی که این عکس‌ها را جمع کرده است از اطلاعات فنی ترمیم عکس به شیوه دیجیتالی باخبر بوده باشد. موجودات داخل کتاب با اینکه من قیافه‌هایشان را خیلی طولانی و دقیق نگاه می‌کنم، آشنا به نظر نمی‌آیند. اگر هم تصویری از گریدی‌ها یا گاراده‌ها اینجا باشد، من آن را تشخیص نمی‌دهم. کتاب را می‌بندم و کتاب دیگری را که در طرف راست میز قرار دارد برمی‌دارم. این یکی جدید است. با عکس‌های گلاسه از هیولاهای مرده‌ای به شکل گرگ انسان که شکمشان دریده و محتویات آن بیرون کشیده شده است. نوشته‌های کتاب را نمی‌توانم بخوانم، اما می‌دانم که این چه جور کتابی است. نوعی مبانی کالبد شکافی. یکی درباره آدم‌های عجیب الخلقه گرگ مانند تحقیق کرده و یافته‌هایش را به چاپ رسانده است.
وقتی تصور میکنم که اگر به آزمایشگاهی میرفتم و میپرسیدم که آیا آنها کتابی درباره کالبوتریکافی گرگنماها دارند یا نه، چه اتفاقی میافتد؟ میلرزم و نیشم باز میشود. وقتی کتاب کالبوتریکافی را کنار میگذارم، چشمم به کتاب کم حجمی میافتد. صفحه هایش نیمه کنده شده‌اند و آنها را با پوشه چرمی قهوه‌ای رنگ چروکیده‌ای به هم بسته‌اند. آن را باز می‌کنم و نگاه هم به چشم‌های سرخ آن ارباب شیطانی خیره می‌ماند. لرد لاس. انگشت‌هایم یخ می‌زنند. انگار یکی گلویم را می‌گیرد و فشار می‌دهد. این تصویری نیست که درویش موقع ملاقات من در آسایشگاه نشانم داد. جزئیات این یکی خیلی دقیق تر است. فقط سر آن موجود شیطانی را نشان می‌دهد. با شیفتگی وحشتناکی چین‌های پوست سرخ و قلمبه‌اش را برانداز می‌کند. سر تاس، دهان کوچک، دندان‌های تیز خاکستری. به خصوص چشم‌هایش که خیلی عجیبند. همانطور که قبلا هم گفتم، انگار فقط لکه‌ای به رنگ سرخ تیره و مردمک دارند. با تنی لرزان می‌خواهم آن صفحه را ورق بزنم تا بقیه عکس‌های پوشه را ببینم که زمزمه‌ای وحشتناک من را سر جایم میخکوب می‌کند. سلام گروبیچ. صدای خودش است. آن ورقه را رها می‌کنم و به صورت نقاشی شده چشم می‌دوزم که با حالتی کابوس مانند و غیرقابل تصور خیره به من نگاه می‌کند. آن هیولای شیطانی داخل صفحه زمزمه می‌کند. آزادم کن. حتی لب‌های نازکش اندکی تکان می‌خورند و چشم‌هایش به اندازه شکافی باریک می‌شوند. من تشنه رنج توام. تصویر نیشش را باز می‌کند. جیغ می‌کشم. پوشه را محکم می‌بندم. حقق کنان برای نجات خودم می‌دوم و تصور می‌کنم که در آن دویدن دیوانه‌وار ارباب شیطانی یک لحظه از من جدا نیست و چشم از من بر نمی‌دارد.